عشق شما عزیزایی که از جنس نورید اومدیم با یک کلاس آمادگی زایمان طبیعی ببینیم که چه حرکتایی بهتره که توی چند روز یا چند هفته آخر مداوم انجام بدیم. یکی از حرکت‌ها با دیواره که کشیدن بدن و سمت راست و چپ کردن همراه میتونه با زانو باشه یا بدون زانو. همینجا به حرکت‌های نشسته میریم با دم و بازدم یا قدم قدم میریم توی حرکت‌های چنباتمه و آروم آروم کشش. قشنگ خودتو بکش و حتی اینجا اگر که چیزی داری برای اینکه دستا رو بالا نگه داری و خودتو بکشی همزمان هم بالا هم عضلاتو قشنگ رها کنی. میتونی دست همسرت یا ماما یا میله یا میزی رو بگیری. همینجا میتونیم بیاریم توی حرکت‌های 4 دست و پا و حتی حرکت‌های ایستاده. دوباره میتونیم با چنباتمه، نیم چنباتمه نفس بکشیم. حرکت ها رو میتونی آروم آروم دوباره با کمک دیوار به ایستاده تبدیل کنی. بهتره کاملا رو به دیوار باشی از اول حرکت ها و برگردی به سر مت و پاها رو بکشی، دستا رو بکشی، نفس بکشی، بدن رو رها کنی. نفس بالا بازدم پایین، نفس بالا بازدم پایین و